سلام به همراهان شاینو. من عاطفه رضایی اینجام امروز تا یه سبک پرطرفدار میکاپ برای عروسی رو بهتون آموزش بدم. همراه ما باشید. شکیلا جون، میخوام امروز این آرایش خیلی راحتی رو بعد انجام بدم. نظر خودت برای میکاپ چیه؟ من آرایش لایت رو دوست دارم. لایت با توجه به فرم چشات به نظر من پس سایه لایت عروسکی رو انجام بدیم. موافقی؟ آره. پس بریم. در ابتدای میکاپ پوست مدلمون رو کاملا تمیز میکنیم تا هر آلودگی و چربی روی پوست هست به طور کامل پاک بشه. پوستمون رو کامل آبرسانی میکنیم. سعی میکنیم رو قسمت هایی که خیلی چرب هستش زیاد آبرسان نزنیم. برای پوست چرب کرم پودر استیلادر و اورال ترکیب خیلی خوبیه. کرم پودر رو به خوبی مخلوط میکنیم و روی پوست میزنیم. با بیوتی بلندر نمدار کرم پودرمون رو فید میکنیم به صورت ضربه‌ای. بعد از اینکه کمی بلند کردیم یه مقدار چربی بلندرمون رو با دستمال کاغذی میگیریم، مجدد فید میکنیم. فقط حواسمون باشه کرم پودر رو تا رو گردنم بیاریم. کانسیلر رو به صورت مثلثی زیر چشم میذاریم که چشممون رو لیفت کنه. با بیوتی بلندر نمدارمون مجدد زیر چشممون رو فید میکنیم. بالا رو نگاه میکنیم، مجدد خطها رو باز میکنیم. بلا فاصله از پودر فیکس استفاده میکنیم و خشکش میکنیم. بالای چشممون هم کانسیلر میزنیم و بعد با بیوتی بلندر فیدش میکنیم. به هیچ وجه نباید چشماشون رو باز کنن تا خط نیفته. قبل از اینکه هر قسمت صورت ها میخوایم پودر فیکس بزنیم حتما با بیوتی بلندر قسمت هایی که حس میکنیم چروک داره رو باز میکنیم. بعد بلا فاصله پودر فیکسمون رو میزنیم. بعد از اینکه پودر فیکسمون رو فیکس کردیم دست میذاریم رو صورت ببینیم کجاها خیسی داره. اگر جایی احساس کردیم که خیس مجدد فیکس میکنیم. صورتمون تقریبا کشیده یا بیضیه. میخوام یه خورده گونه ها رو برجسته بکنم و به صورتمون فرم بدم. نگاه کنید کانتور رو به چه صورت میزنم. از استخوان گونه میکشم تا به سمت گونه جلو میایم ولی از مردمک چشم جلوتر نمیایم. به این صورت ملایم. میخوام خود زاویه فک براش ایجاد بکنم. از زیر فکشو خط میندازم. خیلی حواسمون باشه هیچ خطی، هیچ مرزی نباید داشته باشیم و در آخر همه اینا رو فید میکنیم تا خط و مرزی رو صورت نباشه. برای کانتور بینیمون حتما ضرب قلممون رو میگیریم، بعد خط رو میندازیم رو بینی با توجه به فرم بینی و برای فید کردنش هم حتما از دستتون استفاده کنید. برای سایه عروسکی که میخوام برای شکیلا جون بزنم یه رنگ کالباسی صورتی رو انتخاب میکنم چون به صورتش خیلی میاد. ضرب قلممو میگیرم، بالای پلکش شروع میکنم مواد گذاری. عمده رنگمون رو گوشه خارجی چشممون میذاریم، بعد شروع میکنیم به فید کردن که رنگ خیلی جلوی چشم پخش نشه. ضرب قلم رو
روی قسمت خارجی چشمم میذارم تا مواد اینجا بیشتر خالی بشه و بعد یه هاله کمرنگش به سمت جلوی چشم بیاد. دقیقاً اینجوری. سایه رو سعی میکنیم بالای پلکمون تا جلوی چشم بیاریم و یه بعدی بهش بدیم. و به سمت بیرون فیدش میکنیم. یه سایه خیلی روشن روی پلکمون میذاریم تا نمای این سایه‌مون رو چند برابر بکنم. بعد از اینکه سایه روشنمون رو زدیم، این سایه‌ای که قبلا زده بودیم رو یه مقدار میاریم روی سایه روشنمون و فیدش میکنیم تا همه خط و مرزها از بین بره. برای سایه زدن زیر چشممون، چشمون باز کن، از همون رنگی که بالا استفاده کردیم وسط چشم میذاریم. هرچی به سمت انتهای چشم میریم سایه‌مون رو پررنگ‌تر میکنیم. بالا. میخوام زیر چشمش یه مقدار ملیح‌تر بشه. اگه سایه روشن‌تر استفاده میکنم و این سایه رو میارم پایین‌تر. برای خط چشمش ازشون میخوام که مستقیم رو نگاه بکنم تا حالت چشمشون رو متوجه بشیم. شروع میکنیم به کشیدن. بریم برای گذاشتن مژه‌های قشنگمون. کاری که باید بکنید اینه که مژه رو بذارید روی چشم، اندازش رو بزنید، ببینید که اگه بزرگه کوچیکش کنید و بعد فیکسش میکنید. ریمل مژه‌های زیر رو میچسبونیم به مژه مصنوعیمون تا از هم جدا نباشن. لثه داخلی چشممون رو با مداد بالا نگاه کنید روشن میکشیم تا چشممون رو درشتر نشون بده. میخوام چشماشون رو خیلی درشتر بکنم. میام از انتهای چشمش خط روشن میکشم و به سمت پایین فیدش میکنم. روشو با یه سایه روشن خوش میکنیم که پخش نشه. ابروهاشون رو پاک میکنیم تا اضافی مواد کرم پود یا هر چی که رو ابروهاش باشه از بین بره تا بتونیم طراحی بکنیم. فیکساتور رو برمیداریم و ابروها حالت میدیم. برای کشیدن ابروامون خیلی حواستون باشه. اول از همه این که براشمون رو کاملا سرش رو تخت میکنیم. بعد با توجه به خواب ابرومون شروع میکنیم به هاشور زدن. امروز رژگونه رو شیکلم انتخاب کردم چون که یکی از بهترین رنگ‌هاش رو اینجا دارم که رژگونه 3 رنگ شیکلمه، صورتی کمرنگ، صورتی پررنگ و هلوییه. حالا میخوام برای شکیلا جون از ترکیب 2 رنگش استفاده کنم.
هلویی یا صورتی کمرنگ که به سایش هم بیاد. روی استخوان گونه شروع میکنیم زدن رژگونه رو. حواستون باشه روی پایین این استخوان دیگه نمیاین، فقط بالا رو میزنیم. ببینید چه رنگ شیک و جذابی داره. دقیقا روی استخوان گونه میزنیم رژگونه رو. و این رنگی که انتخاب کردم از این رژگونه خیلی پوست ما رو شاداب میکنه. یه مقدار از هایلایتر رو استخوان گونه‌اش میزنم که چهرهش رو خیلی شادابتر و بشاشتر نشون بده. از پنکیک استفاده میکنم، خط زیر گونه‌شون رو میندازم چون که میخواستیم صورتمون یه خورده حالت گردی بگیره. این خطم به این صورت قریب میکنیم. الان میخوام روشنیای چهرهمون رو یه ذره بیشتر کنیم. نقاطی که نوری هستش زیر چشم، تیغه بینیمون، خط زیر گونه، چونه و پیشونیمونو دقیقا موازی با این خط بینی میشه نقطه بالایی لب ما. نقطه ها رو میذاریم و به هم وصلشون میکنیم. حواسمون باشه که لبمون از صورتمون بزرگتر نباشه. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ نگاه میکنیم مساوی با مردمک چشممون لبمون باید تموم بشه. اینم فاینال میکاپ عروسکیمون که میتونید برای عروسیاتون استفاده کنید ازش. حتما چنل یوتیوب و سایت شاینر رو دنبال کنید. اگه نظر خاصی برای آموزش داشتیم برامون کامنت بذارید.